پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه اصفهان 1 فروند پهپاد فوق پیشرفته هرمس 900 رژیم صهیونی را ساقط کرد. خب همینطور که می‌بینین این پهپاد فوق پیشرفته مجهز به 2 حمل موشک بوده. هر کن همینطور که می‌بینین 4 موشک درش جا میگیره که با زبان عبری هم نوشته و حتی فرصت نکرده که این موشک‌ها رو شلیک کنه و یه دونه از موشک‌ها رو می‌بینین که اینجا افتاده و سالمه. هرمس 900 یکی از نمونه پهپادهای فوق پیشرفته رژیم صهیونی است که قابلیت 36 ساعت پرواز مداوم را دارد. این قسمت رادار پهپاده که ارتباط برخط با همون پایگاهی که پرواز کرده در رژیم صهیونیستی برقرار میکنه. هرمس 900 قابلیت حمل انواع مهمات هوا به زمین جهت حمله به اهداف سطحی نظیر مواضع پدافندی و نقاط حساس و حیاتی کشور را دارد.